زیادتر شنوندگان رادیوی آزادی میخواستن که از شما پرسان کنن که شما چطور همراه رئیس جمهور دیدین بر بار اول و چی وقت در افغانستان آمدین؟ بسیار عادی بود. دکتر صاحب با خودم در یک پانتون بودیم در لبنان و در یک بخش علوم سیاسی. همونجا معرفی شدیم و همینطور چی شد. و در افغانستان ما ازدواج کردیم در 1975. علی یادم رفته که در چیز خورشیدی چی می باشه، منتها 40 سال شده که ما عروسی کردیم. بعد از تکمیل دوره رئیس جمهور اشرف غنی آیا شما در افغانستان خاط ماندین؟ آیا در افغانستان کار خاط کردین؟ بله، ما همینجا هستیم، جای نمیریم. بسیار خوش هستیم که در افغانستان پس آمدیم. سالها زیاد در خارج تیر کردیم و حقا باید بگویم که همینجا خانه ما هستک، همینجا دل ما هستک. فکر نکنم که جای دیگر بریم. وقتی که شما در افغانستان آمدین آیا کدام مشکل برتان ایجاد شد که همراه رسم و رواج افغانا آشنا شوید؟ ما اصلا از لبنان هستم و رواج افغانی بسیار نزدیک بسیار شبیه به رواج لبنانی است. وقتی که اینجا اومدم یک کم فرق داشت، منتها اکا فرق زیاد نبود و بسیار با آسانی ما این در فامیل چی شدم، آشنا شدم. هم در کابل در وقت بسیار آرام بود. نیم میلیون نفر بودن، بسیار کم بودن. موتروانی که آدم میکرد، بسیار سرکا، بسیار آزاد بودن. زندگی ما در وقت بسیار بسیار آسان بود. شما وقتی که در افغانستان آمدین، اول شما بانوی اول افغانستان هستین، زندگی بسیار تغییر کرده. آیا شما فکر میکنین که با آزادی بیرون رفتن نمیتونین، شاپینگ کردن نمیتونین، با سودا گرفتن نمیتونین که بیرون بروین؟ ما یک قدر مصروف هستم از صبح تا شب که هیچ وقت ندارم برای شاپینگ. می مصروفیت که پیدا کردم در دیدانی مردم افغانستان که میاین پیش ما و که امرای ما صحبت میکنن، ایرا مرا بسیار خوش میکنن، میسازن. روزای ما خوب پوره هستن و هیچ سری شاپینگ دک ناوردم. نخیر. زیاد مردم که پیشتان میاین، اونا خواستایشان چی هستن؟ میگن حسب که اونا از کجا میاین. اگر از اطراف میاین بسیار رنج دارن، بسیار مشکلات دارن، مشکلات زندگی هر روز، مشکلات ترانسپورتیشن بسیار زیاد دارن اگر خانه ما بودن، چون ترانسپورتیشن برای خانم‌ها که زیاد نیست در اطراف. و مشکلات خدمات صحی، خدمات تعلیمی، تربیت و تعلیم. اینطور است که اونا حق دارن که ایرا بگوین، چون فعلا وضعشون اکا خوب نیست. دیگر دفعه که میاین، مثلا یک گروپ از مدرس از مکتب ها آمدن دیدن ما. اونا شکایاتشان سر کوریکولوم بود، سر کتاب هایی که حالاتی دارن، سر حاضری اولادا که اولادا هیچ به مکتب حاضر نمیهن. و سر یک مشکل که بسیار ما تعجب کردم، میگن که علی فعلا نمیتونن شاگرد ناکام بانن. علی هیچ ممکن نیست که شاگرد که در یک صف است ناکام باشه. هنوز که البته هیچ نفهمیده، هنوز خواندن و نوشتن هیچ یاد ندارن، هنوز مجبور هستن که او را به صنف بالا پس چی شوه، کامیاب شوه. این بسیار مشکل است. سابق همینطور نمی بود.
یک کاکای از دکتر صاحب برای ما قصه کرده بود که وقتی که در پانتون کابل او در فاکولته حقوق شامل شده بود، اول سال که شامل شده بود 200 شاگرد بودن و هر سال کمتر می شدن که در آخر در سال چهارم 11 شاگرد کامیاب شدن. اینمی بسیار فرق دارن. اونا چرا همینطور میکنن؟ چون نفرای زیاد شهادت میگیرن، فارغ تحصیل میباشن ولی هنوز هیچ یاد نگرفتن. از شاگردان صحبت کردید. میخواهیم که از طریق رادیوی آزادی برای شاگردای خودتان یک صحبت کنیم، یک چیز برشان بگوین، حالی که شما بانوی اول شدین در افغانستان. اگر کدام چیز برایشان میگم که ما بسیار خوش هستم که خانم اولشان هستم و که ما بسیار امیدوار هستم که اونا آینده افغانستان پیش ببرن و که در مکتب خوب درس بخونن و که تمرکز سر کارشان کنن و که باید همیشه خدمت وطن کنن. بسیار زیاد تشکر از وقتتان. خوش شده که شما را دیدید.